الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران زیاد از ما خواهش کردند که حیات و فعالیت و یک ترجمه حال مختصر از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان بکنیم. و البته این سخن برادران از اینجا به وجود آمد که اهل بدعت در این روزها به مانند رافضه های مرتدین و اهل قبور و مشرکین و صوفی های غلات و غیر غلات و از اشاعره و ماتریدی و از تمام فرقه باطل به سوی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سنگ میزنند. وقتی که به سوی شیخ الاسلام ابن تیمیه این همه فرقه های باطل هجوم میکنند، طعنه میزنند و تهمت ها میکنند، البته اهل ایمان حق جویان به وجود می آیند و می خواهند که کی بودن این شیخ را بفهمند. بارک الله فیکم. پس این درست است که وقت یک فرقه باطل، یک فرقه دشمنی قرآن و سنت در حق یک عالم صحبت کرد، باید حقیقت این عالم را بفهمید. عادتاً این چنین عالم های حقیقی ربانی اهل حدیث و از اهل سنت و الجماعت فرقه ناجعه هستند. به همین خاطر فرقه های باطل نسبت این علما هجوم میکند. عموما نام شیخ الاسلام ابن تیمیه این احمد هست. احمد نام پدرشون عبدالحلیم است. احمد پسر عبدالحلیم و نام بابایشون عبدالسلام است. برای همین علما میگند احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام. احمد پسر عبدالحلیم، پسر عبدالسلام، پسر تیمیه است. شیخ الاسلام ابن تیمیه این لقب احمد ابن عبدالحلیم است. احمد به لقب شیخ الاسلام ابن تیمیه معروف شده اند و وقتی که امروز کسی شیخ الاسلام میگوید، زود به ذهن انسان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می رود. و علما همین را هم میگویند، کسی که شیخ الاسلام میگوید این به ابن تیمیه رحمه الله نسبت داده می شود. شیخ الاسلام ابن تیمیه کنیه اشان ابو العباس است. خیلی که در اسلام هر یک انسان نام دارد، کنیه دارد و لقب دارد. نامشان احمد، کنیه اشان ابو العباس، لقبشان شیخ الاسلام یا که تقی الدین است. پس تقی الدین ابو العباس احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن تیمیه هستند. شیخ الاسلام رحمه الله 10 ربیع الاول سال 661 هجری موافق به 21 نوامبر 1263 میلادی به دنیا آمدند و منطقه‌ای که در آنجا تولد شده اند این مدینه حران می باشد.
و البته شیخ الاسلام ابن تیمیه 20 ذوالقعده سال 728 هجری موافق 1328 میلادی 25 سپتامبر وفات کردند. در بلاد شام در دمشق وفات کردند. و اگر ببینیم عمرشان یعنی 67 ساله بود. در سنی 67 سالگیشان وفات کردند. سبحان الله. و در این سن 67 سالگی که وفات کردند چقدر اثرها و کتابهای زیادی را از پشت سر خود به امت اسلام گذاشتند. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام ابن تیمیه در منطقه های گوناگون زندگی کردند. اولا حران البته این منطقه که در زیر دولت اسلامی همان وقته بود و عادتا زیر منطقه سوریه همان وقته بود، یعنی شام بود. اما امروز این شهری که شیخ الاسلام ابن تیمیه تولد شده اند در زیر حکومت ترکیه هست و در اینجا یک مدتی معین زندگی می کنند. علما می گویند تقریبا 5-6 بعضی از علما می گویند 7 سال در اینجا زندگی کردند و بعد از این به دمشق رفتند. بعد از این که تترها آمد و هجوم کرد به این شهرها وارد شد، اینها رفتند با همراهی خانواده به دمشق و در دمشق زندگی کردند و این چنین به مصر رفتند و در قاهره زندگی کردند و در اسکندریه، در مدینه اسکندریه هم زندگی کردند. و در اول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خودشان را پیروی مذهب حنبلی می دانستند، اما علما میگن در آخر اجتهاد میکردند و مجتهد بودند، اما این چنین اصولی مذهب حنبلی را قبول میکردند. برای همین علما میگویند که شیخ الاسلام ابن تیمیه مجتهد در درون مذهب بودند و علمای دیگر میگن مجتهد مطلق و غیره. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که شیخ الاسلام ابن تیمیه علمای عصر 7 هستند، چرا که در نیمه اول عصر 7 هجری 728 هجری وفات کردند. بارک الله فیکم. و البته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اولین تعلیمات خود را از پدر خود عبدالحلیم گرفتند، زیرا که پدرشان یکی از علمای اهل سنت و الجماعت بودند و این چنین بابایشان هم علمای اهل سنت و الجماعت بودند. و البته این خانواده شیخ الاسلام پدر و بابایشان همشون علما بودند. حتی بابایشان کتاب حدیثی نوشتند که این منتقا بود. بارک الله فیکم. و عموما شیخ الاسلام ابن تیمیه را پدرشان تربیت می کنند و در بعضی از علم ها شیخ الاسلام ابن تیمیه از علما، از فقها، محدثین، مفسرین، عالم های معروفی که در همون زمان خودشان بود، از شام، اینها در شام بودند، شیخ الاسلام ابن تیمیه از اونها هم تعلیم می گرفتند تا به درجه رسیدند که شیخ الاسلام ابن تیمیه در سن 18 سالگی فتوا می دادند و علما شیخ الاسلام ابن تیمیه را اجازه داده بودند که فتوا بدهند و حتی یکی از علمای بزرگ همان وقته فخر می کردند و می گفتند که من به شیخ الاسلام ابن تیمیه اجازه دادم که فتوا بدهد. و البته پدرشان وفات می کنند در سال 687 هجری، زمانی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله 21 ساله بودند. پدرشان وفات می کنند
پدر شیخ الاسلام ابن تیمیه بعد از آمدن به دمشق در اونجا درس می دادند. در جامعه سکریه درس می دادند و بعد از وفات پدرشان شیخ الاسلام ابن تیمیه به کرسی پدرشان می نشستند و به شاگردان پدرشان درس می دادند. تفسیر و حدیث و غیره از درس ها را می دادند. و ببینید که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در سن 17 ساله 18 سالگی هم به درس دادن شروع کردند، هم به فتوا دادن و هم به تألیف کتاب شروع کردند. هم کتاب می نویسند. سبحان الله. پس هم تعلیم دادن، تعلیم گرفتن، حفظ حدیث. بارک الله فیکم. و این چنین در سن خردسالیشان حافظ قرآن بودند. حافظ قرآن و به نهایت عنایت شدید در حفظ حدیث داشتند. خیلی که شاگردشان امام ذهبی رحمه الله روایت بکنند که شیخ الاسلام ابن تیمیه حفظشان به نهایت قوی بود و قرآن و سنت را به نهایت خوب حفظ کرده بودند و گویا که همیشه در پیش چشمشان بود. خوب حجت می آوردند. دلیل آوردنشان از قرآن و سنت به نهایت زود و قوی و خوب بود. شیخ الاسلام ابن تیمیه کتب سته را خوب از یاد کرده بودند و این چنین مسند را یک چند بار خوانده بودند و علما حتی میگن که مسند را هم از یاد بودند و این چنین کتاب های دیگری احادیث را خوانده و از یاد کرده بودند. بارک الله فیکم. برای همین بسیار کتاب هایی که نوشتند از حفظ خود نوشتند و این چنین در علم رجال، در علم حدیث، در علم مصطلح و در علم عموما میگیم سند و در علم تفسیر، در علم فقه، در تمام علم ایشان در حقیقت عالم بودند. شیخ الاسلام ابن تیمیه در تمام علم عالم بودند. برای من وقتی که نظر به کتاب های شیخ الاسلام ابن تیمیه میکنید میبینید که از همه فنون کتاب ها دارند و در حقیقت عالمی هر یک فن هستند. اما تمیز شیخ الاسلام ابن تیمیه از دیگر علما این بود که شیخ الاسلام ابن تیمیه اعتنای شدید در باب عقیده می داشتند. اعتنای شدید یعنی اهمیت سخت در باب عقیده دادند و در باب عقیده کتاب ها نوشتند و تمام فرقه های باطل را باطلیشون را بیان کردند. بمانندی رافضه رد بر رافضه نوشتند و یک کتاب بزرگی را منهج اهل السنه والجماعه نوشتند که از 8 مجلد عبارت است. منهج اهل السنه والجماعه. و البته این کتاب معروف است، نوشته شده است منهج السنه میگیم. منهج السنه از 8 مجلد عبارت است که ضد رافضه و ضد جهمی ها است و این چنین در مسئله قبوری ها زیاد سخن ها کرده اند. این چنین در مسئله صوفی ها و این چنین در مسئله اشعری ها، ماتریدی ها و این چنین در مسئله خوارج ها و جهمی ها و معتزله ها و این چنین به نهایت ردهای قوی در ردی کلامی ها و فلسفی ها که کتابی به نهایت قوی نوشتند که از 8 مجلد عبارت است در التعارض بین العقل و النقل. بارک الله فیکم. و تمام فرقه های باطل را شکسته اند و اثبات نمودند که این فرقه ها در حقیقت باطل است و عقیده اهل سنت در جماعت را بیان نمودند و دلیل هایش را آشکار و واضح و روشن دلیل ها را ذکر کردند.
پس بارک الله فیکم. این بود شیخ الاسلام ابن تیمیه به نهایت به طور مختصر. البته شیخ الاسلام ابن تیمیه در حیات در مدت این زندگیشون تقریبا 7 بار حبس شدند و در حالت آخری حیاتشان هم حبس شده بودند و در درون حبس وفات میکنند و همه این 7 بار به خاطر اسلام بود. همه 7 باری که حبس شدند به خاطر مسائل حقیقی و به خاطر احیاء سنت بود. بارک الله فیکم. پس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اولین باری که حبس می شوند این سال 693 هجری بود، یعنی تقریبا 32 ساله بودند که نائب سلطنه همان وقت در دمشق و یک مدتی البته شهرهای ماههای معین حبسشان میکرد و بعد از این سال 705 هجری و بعد از این سال 707 و بار دیگر سال 707 و بعد از این سال 709 بعد از این 720 726 حبس میکنند تا 728 و در حبس وفات میکنند. و البته آخرین حبسی که شده بودند در مسئله زیارت القبور، در مسئله زیارت کردن قبرها و شد الرحال کردن به سوی قبرها بود. در اون زمان که اکثریت اهل کلام، صوفی ها، سیاست و سلطنت در دست اونها بود، اونها البته سبب می شدند و شیخ الاسلام ابن تیمیه را محکم می کردند. و البته در سال 698 هجری هم یک بار میگند حبس شده اند به خاطر عقیده واسطیه یا که به خاطر فتوى الحمویه، کتاب حمویه که نوشتند در مسئله صفات الله سبحانه و تعالی، اثبات صفاتش. عموما شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی همه عمرشون با دعوت، با نوشتن کتاب، با شاگرد برآوردن و با جهاد کردن صرف شده است. برای همین شیخ الاسلام ابن تیمیه را علما میگن که این چنین عالم را عصرش ندیده است و بعد از شیخ الاسلام هم این چنین علما نآمده است که هم محدث باشد، هم فقیه باشد، هم مفسر باشد، هم از نظر عقیده صحیح باشد، هم رد زننده به تمام فرقه باشد، هم کتاب‌های زیاد نوشته باشد، هم شجاع باشد و هم به نهایت مجاهدی قوی باشد که ضد تتر به نهایت جنگ‌های سخت کردند و این چنین ضد نصیری ها، ضد مرتدها جنگ‌های سخت کردند و در این راه البته موفق شدند. الله سبحانه و تعالی قبولشان میکند. پس این شیخ الاسلام ابن تیمیه یکی از علمای معروف عصر 7 اهل سنت و جماعت است. بارک الله فیکم. و البته این شیخ شاگردهای زیاد دارند. برای من علما میگن هر کسی را که شناختنی شدی به شاگردش شناس شو، بعد از این با او شناس خواهد شد. اولین شاگردشون این ابن القیم الجوزی است. ابن القیم الجوزی معروف است، صاحب کتاب زاد المعاد، صاحب کتاب اعلام الموقعین، صاحب کتاب الروح، صاحب کتاب جوش الاسلامیه، صاحب صدها کتاب معروف، مدارج السالکین، سبحان الله، الشفاء و غیره، که از تمام علم این شیخ هم برخوردار است و برای امت اسلام به نهایت اثرهای خوب و دقیق را گذاشته است رحمه الله. دومین شاگردشان شمس الدین الذهبی است، امام، حافظ، محدث، مفسر، عالم علم الرجال، خدمت کننده بر قرآن و سنت. سومین شاگردشان محمد ابن عبدالهادی المقدسی است که البته اکثر مردم که از طرفهای من و شما هستند از این شاگرد شیخ الاسلام بیخبرند، اما همه من و شما میدونیم ابن القیم الجوزی کی است، شمس الدین الذهبی کی است و اینچون ابن کثیر صاحب کتاب تفسیر قرآن عظیم. تمام عالم اسلام
از تفسیر ایشان استفاده میبرد، از تاریخ بدایت و نهایه استفاده میبرد. و این شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه هم مفسر، محدث، حافظ، فقیه، سبحان الله. پنجمین شاگردشان ابن رجب حنبلی، الله اکبر. ابن رجب حنبلی صاحب کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من حدیث نبی صلی الله علیه و سلم، یا که صاحب کتاب فتح الباری ابن رجب الحنبلی که کامل نشده است، و صاحب کتاب های دیگر. و این چنین ششمین شاگردشان یکی از علمای اهل سنت و جماعت محمد ابن مفلح المقدسی. و الله سبحانه و تعالی همه این علما را مغفرت و رحمت نماید. همه این شاگردهای شیخ الاسلام ابن تیمیه به نهایت خدمت‌های شدید برای امت اسلام کردند و همینها کافی هستند برای بیان شیخ الاسلام ابن تیمیه. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه غیر از اینها با دیگر علمای زیادی را تربیه کردند. بارک الله فیکم. و شیخ الاسلام ابن تیمیه این چنین یکی از عالم‌های بزرگ اهل سنت و الجماعت بودند که در مسئله علم سیاست و شرعیه کتاب خوبی نوشته اند، در علم مقاصد، در علم سیاست و شرعیه. بارک الله فیکم که این چنین نظیر در عصر خود دیگر نداشتند. بارک الله فیکم. پس این بود مختصری حیات شیخ الاسلام ابن تیمیه. ابن کثیر شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب بدایت و نهایه میگویند ما در حبس همراهش بودیم، قرآن را 81 بار یا 80 یا 81 بار ختم کرده ایستاده بودیم که در زیر یک آیت آمد و این آیت را تلاوت کرد و بعد از این وفات کرد. معنای آیت این بود که برای متقیان جنت ها آماده کرده شده است. الله اکبر. شیخ الاسلام ابن تیمیه وقتی که در حبس بودند شاگردهایشان هم به نزدشان داخل شدند، ختم قرآن میکردند، قرآن را معنی داد میکردند، تفسیر میکردند و در بالای قرآن وفات کردند و تمام حیاتشان را برای نصرت دین الله صرف کردند، رحمه الله رحمتا واسعه. اما امروز اهل بدعت این شیخ الاسلام رحمه الله را بد میبیند، وقتی که نامشان را میشنود به لرزه می آید. ما مختصرا میگوییم برادران و خواهران عزیز، هر کسی که شیخ الاسلام ابن تیمیه را بد دید دانید که این مبتدع است. چرا که انسانی که از اهل سنت و جماعت است ناممکن است که این شیخ الاسلام را دوست ندارد، چرا که تمام علمای حق گو شیخ الاسلام ابن تیمیه را ثنا گفتند. نه فقط شاگردانشان بلکه دیگر از علما، حتی بعضی از صوفی ها نیز نسبت شیخ الاسلام ابن تیمیه سخن حق را بیان کردند، به مانند غزالی و غیره. و این چنین از مذهب ابو حنیفه به مانند ملا علی قاری یا که خودی ابن حجر الاسقلانی و دیگر از علما به نهایت سخنهای خوب در حق شیخ ابن تیمیه رحمه الله گفتند. اما البته یکی از عالمها ابن حجر حیتمی اشعری در حق شیخ الاسلام ابن تیمیه سخنهای ناسزا گفته است و این چنین در حق شیخ ابن القیم الجوزی سخنهای ناسزا گفته است و طعنه نسبتی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله زده است که البته ابن حجر حیتمی این علمای عصر نو است. ابن حجر حیتمی این ابن حجر اسقلانی نیست. ابن حجر اسقلانی این دیگر انسان است، ابن حجر حیتمی دیگر انسان است. بارک الله فیکم.
پس بدانید که ملا علی قاری رحمه الله حنفی میگوید که سخنی که ابن حجر حیتمی گفته است نادرست است، این طعنه است و قبول نیست، چرا که ابن القیم الجوزی و شیخش ابن تیمیه از این تهمتی بد پاک بودند و هر کسی که تاریخ شیخ الاسلام ابن تیمیه را میداند و ابن القیم الجوزی را میداند با خبر است که میگد اینها علمای اهل سنت در جماعت بودند و این سخنی ملا علی قاری است. اما امروز چقدر انسانهایی که خود را پیروی مذهبی حنفی میدانند این شیخ بزرگ اهل سنت و جماعت را طعنه میزنند که البته این نادرست است. حافظ جلال الدین سیوطی رحمه الله میگد که ابن تیمیه این شیخ امام علامه حافظ الناقد فقيه مجتهد مفسر البارع شيخ الإسلام الزاهد عالم نادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد المفتي شهاب الدين عبد الحليم ابن إمام المجتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني یکی از بزرگترین علما احد الاعلام. سبحان الله. ببینید که جلال الدین سیوطی شیخ الاسلام ابن تیمیه را چگونه صفت میدهد و اینچنین حافظ عماد الدین الواسطی میگوید که والله ثم والله لم یرى تحت ادم السماء مثل شیخکم ابن تیمیه، در زیر این آسمان مثل شیختون ابن تیمیه دیگر مثل اون عالم دیده نشده است، نه در علم، نه در عمل، نه در حال، نه در خلق، نه در اتباع، نه در کرم، نه در حلم، نه در قیام در حق الله سبحانه و تعالی. صادق ترین انسان ها در عقد است و صحیح ترین علم و عزم را دارد. ببینید که علما چگونه شیخ الاسلام ابن تیمیه را صفت کردند. اما امروز دو سه جهلا برآمده اند و پیرو از ابن حجر الحیتمی می کنند که ابن حجر الحیتمی این تنها بود و یکتا بود و علمای عصر نو بود، آخری عصر نو که 974 هجری وفات کرده است و شیخ الاسلام ابن تیمیه را طعنه می زنند و این همه علما را سخنهایشان را نادیده می گیرند. پس بارک الله فیکم، فهمید که جواب بر شما این سخنی ابن القیم الجوزی است. ابن القیم الجوزی میگویند و این کان نصبا حب آل محمد فالهشد الثقلان أني ناصبي، فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفتر فإني بحمد الله ربي مجسم هل مشاهدا شهودا واملأوا كل محضري. این سخن شیخ الاسلام را ابن القیم را در مرقات المفاتح ملا علی قاری در مجله هشتم صفحه 146-47 ذکر میکن. ابن القیم الجوزی میگن که اگر دوست داشتن اهل خانواده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این ناصب شدن باشد، من ناصبی هستم، و اگر ثابت کردن صفتهای الله و پاک کردنش از تمام تعویل مفتری ها این تجسم باشد، مجسم شدن باشد، پس البته من به حمد شکر الله، به حمد الله مجسم هستم. همه را خبر دید، چیزی میخواهید بگویید. یعنی به طعنه شما من پروا ندارم، به طعنه شما من پروا ندارم، چیزی میگویید بگویید، من پیروی حق هستم.
و این البته عقیده هر یک انسانی سالم، عقیده انسانی صحیح‌دار همین است که به گفته انسان ها پروا نمی کند و از گفته اونها نمی ترسد هم و همه عملش را به خاطر الله انجام میدهد. پس این بود مختصر حیات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رحمة واسعه. بارک الله فیکم.